الله تعالی وقتی که به پشه ضرب المثل زد، ضرب مثل فاستمعوا له، یه ضرب المثل زده شد، گوش اندازید گفت و پشه را مثال آورد. اگر تمام دنیا با تمام قدرت و ترقیاتش اگر یک جایه شود، تمام علم و دانش و قدرت و مال و ملکی که دریافته است این صرف کنه، یک پشه آفریده نمیتواند. اگر پشه آمده از طعام شما، از زمین اصل شما یا قیماق شما از دسترخوانتان آمده دزدیده رود، شما همون گشته گرفته نمیتونید. همون مال حلال خودتون از پشه گرفته نمیتونید. اگر در حال هم پشه دستگیر کنیم و در حال معدهش چاک کنیم و در حال همون چند میلی گرم دزدی که کرد میگیریم گویم علاقه نمیتونیم، در حال او کسلاتهاش بسیار با قوت بوده است که در حال مبدل به دیگر چیز میشده است. ضعف الطالب والمطلوب، شما بسیار مخلوق ضعیف هستید میگه الله تعالی. یا پشه آفریده نمیتونید. پشه اگر از مال شما دزدی کند اون دوباره گرفته نمیتونید. حتی بعضی ها گفتیان که الله تعالی برای چه این پشه را آفرید؟ البته الله تعالی حکیم است، بیهوده یگان کار نمی کند. بعد اون عالم گفتیان که برای به خاک مالیدن بینی جبارها، ظالمها، اون مردمی که جبار هستند و با ملک و مال و وظیفه‌ای که الله داده است به واسطه اون مردم ظلم میکنن، همه ها را برای بینیشه به خاک مالدن گفتیان در آمدی گپ. البته الله تعالی دانا هست به چی مقصدها آفرید، حکمت‌های زیاد دارد، ولی میخه یک نوعی جواب است. حتی بعضی از جوابیره ناخوز یک پشچی میده از سوراخی بینیش در آمده به سرش در مانده سو، در همانجا بسیار به عذاب علم آور گرفتار کرده است. ببینید پشچه در آمده است به داخل سرش، عصبش، دیگه با همین میگن هلاک شد. و حتی به بعض قصرهای بلند پشه ها از آن پادشاه ها گاه اگرچه اینقدر پاسبان های محافظ ها دارن، پشه ها به اجازت می در آمده است. هزار زمانه ترقی کند با یک جای میابد می در آید.